شما یا یه چیزی رو میخواین یا نمیخواین. میتونم در مورد یه سری از فروشنده، مثلا میوه فروش ها رو دیدین که میرن میوه بار میزنن، بعد پشت وانتشون یه قیمتی همون بالا مینویسن، شروع میکنن داد و بیداد، آقا ما اینو آوردیم، انار جدید آوردیم، هندونه آوردیم، حالا یه هر چیز دیگه. اینا خواستن. حالا این خواستنه میتونه دلیلش این باشه که مجبور بودن که یه چیزی رو بخوان، یا اینکه نه، ته دلشون دوست داشتن که یه چیزی رو داشته باشن. خیلی از افراد ثروتمندم همینن. اینا همشون دوست داشتن که به جایی برسن و خواستن. نمیگم خواستن توانستنه، خب، ولی دوتا حالت بیشتر نداره، یا میخوای به اونجا برسی یا نمیخوای. اگه میبینی در جهت رسیدن به اون خواسته فعالیتی انجام نمیدی، یعنی نمیخوایش. یه نکته دیگه هم بهتون بگم در مورد پتانسیل و عملکرد مغز. مغز داستانش اینه که تو یه چیزی بهش بگی میگه بزن بریم، تو بهش میگی بخواب میگه بزن بریم، تو بهش میگی باشو بریم اونور میگه بزن بریم، میگی باشو برو ورزش کن، میگه باشو برو یه چیزی بخور، میگه باشو برو نمیدونم به دوست دخترت پیام بده. این مغز توه که کاری که تو میخوای انجام میده و یه سری از کارا رو برای تو آسون میکنه. خب، و بخوام برات مثال بزنم، یه کاری تو ذهنت بیار که خیلی وقت میخوای انجامش بدی. آیا میخواستی اون کار انجام بشه یا نه؟ آیا میخوای یا نه؟ انجامش دادی؟ اگه ندادی پس نمیخوای. اگه میخوای کوچکترین کار رو در جهت رسیدن به اون هدفت انجام میدی، پس نمیخوای. سورنا یه تیکه از آهنگش توی آلبوم قبلیش باعث شد که من کنکور رو بذارم کنار. یعنی من یه کارایی انجام داده بودم، یه دفعه تصمیم گرفتم، تصمیمات ناگهانی به این سمت منو برد که کنکور بدم. جوگیر شدم، دوست داشتم برم کنکور هنر بدم، با اینکه من اصولا آدم آرتیستی نیستم. یه مدت دست و پا زدم تو درس خوندن و اینا، یه سری از کارامو از دست دادم و داستانی که هست اینه که خیلی خرج کردم. خب اون موقع من سنم پایین‌تر از الان بود و درآمدم خیلی پایین‌تر بود. خیلی خرج کردم، یعنی تمام درآمدی که داشتم و خرج خریدن کتاب متابو می‌کردم و آخرش هم که کتابامو جایش دادم به کسی که می‌خواست هنر بخونه. ولی کلی بخوام بهتون بگم، در نهایت به یه جایی رسیدم که آیا واقعا میخوامش یا نمیخوام. البته دقیقاً جمله‌م این نبوده. جمله‌م چی بود؟ یکی از شعرهای سورنا میگفت یک کلام نمیتونم نقطه‌شو بذار. خب وقتی نمیتونی یعنی نخواستی، و وقتی هم که نخواستی یعنی باید بذاریش کنار. خیلی تعبیر قشنگی و همین.